میخوایم درباره فلسفه مورچه که دارای 4 قسمت است پیشکش شما عزیزان گردانیم. اولین بخش آن این است که مورچه ها هرگز تسلیم نمیشوند. فلسفه خوبی است. اگر آنها به سمتی پیش بروند و شما سعی کنید متوقفشان کنید، به دنبال راه دیگری میگردند. بالا میروند، پایین میروند، دور میزنند. آنها به جستجوی خود برای یافتن راه دیگر ادامه میدهند. چه فلسفی کارآمده! هرگز از جستجوی راهی که تو را به مقصد مورد نظر میرساند دست نکش. بخش دوم این است که مورچه ها کل تابستان را زمستانی میاندیشند. این نگرش مهمی است. نمیتوان اینقدر ساده لوح بود که گمان کرد تابستان برای همیشه ماندگار است. پس مورچه ها از تابستان در حال جمع آوری غذای زمستانشان هستند. آینده نگری عزیزان اصلی مهم است و باید در تابستان فکر طوفان را هم کرد. باید همچنان که از آفتاب و گرمی لذت میبرید به فکر سنگ و سنگپاره هم باشد. سومین بخش از فلسفه مورچه این است که مورچه ها کلی زمستان را مثبت میاندیشند. این هم خیلی مهم است. در طول زمستان مورچه ها به خود یادآور می شوند که این دوران زیاد طول نمی کشد. به زودی از اینجا بیرون خواهیم رفت و در اولین روز گرمی مورچه ها بیرون می آیند. اگر دوباره سرد شد آنها بر می گردند زیر، ولی باز در اولین روز گرمی بیرون می آیند. آنها برای بیرون آمدن نمی توانند زیاد منتظر بمانند. و اما آخرین بخش از فلسفه مورچگان، یک مورچه در تابستان چقدر برای زمستان خود خوراک و یا غذا جمع می کند. هر چقدر که در توانش باشد. چه فلسفی باور نکردنیه! این فلسفه هر چقدر در تواناییت هست. فلسفه فوق‌العاده است که هرگز تسلیم نشوی، آینده را ببینی، مثبت بمانی و همه تلاشت را بکنی. خوب باوری داریم که از این 4 پندی یا از 4 فلسفه مورچگان برای خود چیزی گرفته باشد و باوری کامل داریم که این نوار پسندی شما عزیزان افتیده باشد. با دیگر نوارهای مرکزی خیرات.